سرخط مهمترین خبرها: بعد 4 ماه اینترنت در بدخشان برقرار می شود. مردم شریف تاجیکستان باید در یاد داشته باشند که امامعلی رحمان از مردم تاجیکستان خواسته از صبور باشند. و تجلیل جشن نوروز در تاجیکستان. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. جشن نوروز برایتان مبارک باشد. مقامات رسمی گفتند از امروز 21 مارس دسترسی به اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان پر برقرار می شود. غالب نیتبیکوف سخنگوی حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 19 مارس به رادیوی آزادی گفت با قرار علیشیر میرزاناباد رئیس این ولایت از روز 21 مارس دسترسی به اینترنت در ولایت برقرار می شود. عین زمان او گفت اگر نفری نسبت کارمندان مقامات رئیس ولایت تهمت و گپ‌های بی اساس نشر کند نسبتش چاره اندیشیده می شود. صبح امروز ما حداقل با 2 ساکن شهر خارق صحبت کردیم. آنها گفتند که تا حال اینترنت برقرار نشده است. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد تظاهرات و ناآرامی‌های ماه نوامبر سال گذشته از دسترسی به اینترنت محروم بودند. قطع شدن اینترنت برای ساکنان این ولایت ناراضگی خود ساکنان و هم بعضی از سازمان‌ها و سفارتخانه‌ها را به میان آورد. از جمله میشل بچلت کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر هفته گذشته از محروم بودن ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان از اینترنت ابراز تأسف کرد. او گفت چون این برخورد نقض آشکار حقوق انسان است. سفارت آمریکا در دوشنبه هم روز 16 مارس از حکومت تاجیکستان خواست که دسترسی پررأی مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان را به اینترنت تامین کند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام تبریکش به مناسبت نوروز از مردم خواسته است که در این سالهای وزنین بشریت صبور باشند. در پیام که روز 19 مارس در صحیفه رسمی رئیس جمهور نشر شد، امامعلی رحمان گفته است مردم تاجیک سالهای از این سخت را پس سر کرده است و این روزهای دشوار را می تواند پس سر کند. در این پیام آمده است که ما باید با صبر و تحمل باشیم، با واهمه و تهلکه نفتیم و باور داشته باشیم که مشکلات امروزه موقتی و گذراندند. امامعلی رحمان گفته است که با سبب تحریم های اقتصادی و نزاعها که ظاهرا اشاره به تحریمات کشورهای غربی به ضد روسیه و جنگ آن در اوکراین است، وضع تامینات با مواد غذایی در بسیار منطقه های عالم خیلی مشکل گردیده است که تاثیر آن به همه از جمله به کشوری ما نیز میرسد. رئیس جمهور در حال مردم را به صبر دعوت می کند که بعد جاری شدن تحریم ها علیه روسیه قرب دلار یک باره بالا رفته، محصولات های نیاز اول در تاجیکستان قیمت شدند. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید مناسبت با پناهجویان از اوکراین صرف نظر از ملتشان باید یکسان باشد. با حمله روسیه به اوکراین 3 میلیون نفر به اروپا فرار کردند، ولی برخی از پناهجویان میگویند که در گذرگاه‌های مرزی کشورهای اروپا مناسبت با همه پناهجویان یکسان نیست. فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز 18 مارس ضمن سفرش به تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت واقعا در روزهای اول جنگ اوکراین چنین حالتها به چشم می رسید که نمایندگان ملت‌های دیگر از همان مناسبت‌های یکسان برخوردار شدن نتوانستند، ولی به گفته گراندی حالا این وضع اصلاح شده است. ما این مسئله را با تمام کشورهای میزبان که امروز گریزگان را قبول کرده ایستادند بررسی نمودیم. من فکر می کنم که امروز وضعیت بسیار بهتر گردید و نمایندگان ملت‌های دیگر امروز امکان دارند که سرحد را عبور کرده به دیگر کشورها روند. فکر می کنم که امروز فعالیت بین حکومت‌های قبول کننده و حکومت‌های کشورهای مقیمی این شهروندان خوب تنظیم شده ایستاده است. در حالت‌های امکان پذیر ما آنها را به دیگر کشورها انتقال داده ایستادیم و حالا هماهنگی خوب بین آن دولت‌ها و دولت‌های دیگر مانند تاجیکستان و سازمان ملل براه مانده شده است که اگر علاج دیگری نیست این شهروندان به کشورهای اصلی خود برگردانده شوند.
اظهارات نماینده سازمان ملل در حال صدا می‌دهد که تعدادی از پناهجویان غیر اوکراینی از جمله شهروندان تاجیکستان از برخورد نامناسب برخی کشورهای اروپایی شکایت دارند. 5 ماه پیش رئیس جمهور امام علی رحمان در ناحیه مومن آباد میدان پرچم ملی را افتتاح کرد، ولی نیم سال نشده آرایش آن ویران شده است. مقامات گفتند تا حال کمیسیون دولتی انشاءات را قبول نکرده است. ادامه موضوع در گزارش محمود جان رحمتزاده. میدان پرچم ملی در ناحیه مومن آباد. این مکان 5 ماه پیش از سوی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان باز شده بود. حالا دیده می شود آرایش آن ویران شده، زمینش نشسته است. همگی پس از 5 ماهی ساخته شدنش. رئیس ناحیه گفت که کمیسیون حکومتی حالا میدان پرچم را رسما قبول نکرده است. در حقیقت هر یک کارهای ساختمانی که به انجام داده می شود و 1 سال او را میبینن، میستن، مثال او را باید باران ببینن، برف ببینن، و شیشتن دارد و همون کفیلاشوی شیدن دارد. این مسئله را ما بررسی کردیم. اصلا در این میدان میبایست بینای استقامتی بلند آشیانه ساخته میشد. معلوم نیست چرا شتابکارانه این نقشه را به هم زدند. خندق ته کرسی را از خاک پر کردند و میدان پرچم را ساختند. حالا ساکنان میگویند همین سراسیمگی سبب زود ویران شدن انشاءات‌های نو ساخت میگردد. با گفته آنها دیده می شود که پایه 45 متری پرچم نیز کج شده است. اما در حکومت مومن آباد گفتند پایه مستحکم و کج‌شوی آن غیر امکان است. و پایه هیچ ممکن است برای که پایه در اساس طلبات‌های همین و معماری ساخته شده، برای چون از اول سر کردن همین کارهای ساختمانی ما در یک جایگی با همین معاون سایه ساختمان بودن میرزا نظام ما یک جایه بودیم که یگان جای او مثال یا به سهلنگاری را دادگی نیستن، پایه کجلا نمی شود. میدان پرچم در مومن آباد از 601 گکتار عبارت است. آن را شرکت حسنبگی با سرمایه حکومت ولایت ختلان ساخته است. در حکومت مومن آباد دقیق نمیگویند برای ساختمانش چقدر مبلغ صرف شده است. این پایه پرچم در ناحیه مومن آباد قرار دارد و 5 ماه پیش از سوی پرزیدنت بازگشایی شده بود. الکی دیده می شود که سنگ‌های آرایشی پایه پرچم تخریب شده و بیشتری آن کارنوشی هم گشته است. ساختن پایه‌های پرچم بعد از آن سر شد که در دوشنبه پایه 165 متری بنیاد گشته مدت بلندترین پرچم جهان نام گرفت. بعداً پرچمسازی در شهر و ناحیه‌ها به مسابقه تبدیل یافت. حالا در هر شهر و ناحیه میدان پرچم و نشان را دیدن ممکن است. در افتتاح هر کدام آن رهبر کشور شرکت کرده است. امروز 21 مارس در تاجیکستان و بسیار کشورهای منطقه جشن نوروز تجلیل کرده می شود. به این مناسبت در شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌های کشور چاره‌بینی‌های عیدانه در نظر است. جشن اساسی نوروز در تاجیکستان امسال در ناحیه جلال الدین بلخی با حضور 15,000 نفر برگزار می شود. در نظر است که رئیس جمهور امام علی رحمان هم در این مراسم شرکت کند. در پایتخت نیز برگزاری کرنوال نوروزی و مسابقه گوشتی ملی در نظر است. همکاران ما در این مراسم‌های عیدانه شرکت دارند و گزارش مفصل را در برنامه اخبار برایتان تقدیم می‌کنیم. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 21 مارس را فرا می‌گیرد. 21 март иди наврӯз ҷашн гирифта мешавад ки чун соли нави мардуми форсизабону ховаримиёна ҳам маъруф аст. ин яке аз муҳимтарин идҳои то исломии мардуми тоҷик аст ва бо қарори ҳукумати тоҷикистон ба муносибати наврӯз ҳар сол чанд рӯз таътил эълон мешавад. сана бо баробар шудани шабу рӯз рост меояд ва баъди он рӯзҳо камкам дароз шуда гармӣ фаро мерасад. дар кишварҳои Эрон, Афғонистон наврӯзро ки боиси таҳвили соли хуршедӣ мешавад, соли нав ҳам меноманд. созмони милали муттаҳид феврали соли 2010 ба наврӯз мақоми ҷашни байналмилалӣ дод. 21 марти соли 1947 бо қарори шӯрои вазирони СССР дар душанбе донишгоҳи давлатии Тоҷикистон таъсис шуд ки 10 сол баъдаш ба номи Ленин гузошта шуд. аз соли таҳсили 1948 аввалин донишҷӯён ба ин муассиса дохил шуданд. он замон ҳамагӣ 4 факулта амал мекард ки мутахассисонро дар бахшҳои геология, биология, таъриху филология ва физикаву математика тайёр мекард. аввалин ректор Зариф Раҷабов таърихшиносӣ маъруф буд. аз соли 2008 исми университет донишгоҳи миллии Тоҷикистон шуд.
21 марти соли 1911 яке аз устодони калони шашмақоми тоҷик Фазлиддин Шаҳобов таваллуд шудааст. оҳангсоз, мусиқишинос, ҳофизи халқии Тоҷикистон ва барандаи ҷоизаи ба номи рӯдаке аз ҳофизони маъруфи давр шинохта мешавад. бештар бо танбур тарона иҷро мекард ва аз таблиғгарону муҳаққиқони жанри шашмақом буд. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه باز هم کم پایین رفته است. امروز 21 مارس در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 122 سامان عوض می‌کنند. ارزش دلار باشد به تغییر بوده 100 دلار به 1296 سامان برابر است. بیننده عزیز، خوشحالم که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. بار دیگر جشن نوروز برایتان مبارک باشد. برایتان در این روزها استراحت خوشخواهانه.